آیا تا به حال پیش اومده که احساس کنین مشغول درجا زدن هستین؟ ساعت‌های طولانی به کار مشغولین و رئیس خودتون رو تحمل میکنین. اضافه حقوق میگیرین و از هر فرصتی استفاده میکنین تا کمی پس‌انداز کنین. مسلماً شما هم مثل بسیاری از افراد از روش‌های مرسوم برای رسیدن به موفقیت مالی استفاده میکنید. اما یه جای کار میلنگه. با این روش‌ها راه به جایی نمیبرید. چون دیگه قدیمی‌ها از کار افتادن. شما حتی نمیتونین از پس مخارج زندگی بر بیاین، چه برسه به اینکه به موفقیت‌های بزرگ. بازنشستگی چطور؟ حرفش هم نزنید. چون روز به روز وضعیتش بدتر میشه. شما دنبال امنیت مالی و ثروتید، اما این اتفاق هیچ وقت نمیفته. اما آیا راه دیگه‌ای هم وجود داره؟ اگه بتونین بعضی از نگرش‌ها، ارزش‌ها و قوانین زندگی خودتون رو تغییر بدین، به اصولی دست خواهید یافت که شرایط رو برای ثروتمند شدن شما فراهم می‌کنه. کارشناس مسائل مالی، مدرس، سرمایه‌گذار موفق و نویسنده کتاب‌های پرفروش، رابرت کیوساکی قصد داره اطلاعاتی به شما ارائه کنه که با استفاده از اونا راه واقعی و عملی ثروتمند شدن رو بیابید. کیوساکی بعد از نوشتن پدر پولدار پدر فقیر در لیست پرفروش‌ترین نویسنده‌های مجله نیویورک تایمز قرار گرفت. تاکنون بیش از 20 میلیون نسخه از مجموعه کتاب‌های وی در سراسر جهان به فروش رفته. امروز اون میخواد دیدگاه‌های متحول کننده خودش رو با شما سهیم بشه، همونطور که روزی پدر پولدارش چون این دیدگاه‌هایی رو با اون در میون گذاشته بود. این اطلاعات به شما کمک می‌کنه تا به جای اینکه شما برای پول کار کنید، پول در خدمت شما قرار بگیره. اطلاعاتی که آزادی رو به شما هدیه خواهد کرد. داستان پدر پولدار پدر فقیر در واقع داستان دو پدر متفاوتی که به ارزش‌های متفاوتی اعتقاد داشتند و در نتیجه به دو شیوه متفاوت منو نصیحت می‌کردند. من قصد توهین به هیچ کدوم از اونها رو ندارم و نمی‌خوام به ارزش‌های هیچ کدوم توهین کنم، ولی به هر حال این تفاوت وجود داره. مثلا پدر فقیرم همیشه میگفت برو مدرسه، خوب درس بخون و یه شغل پردرآمد پیدا کن. سخت کوش باش، ولخرجی نکن، پس‌انداز کن تا بازنشستگی راحتی داشته باشی. اینا ارزش‌های پدر فقیرم بودم. اما پدر پولدارم میگفت با این شیوه زندگی هیچ وقت ثروتمند نخواهی شد، چون کمتر کسی تونسته از این راه به ثروت برسه. شاید فکر می‌کنین با پس انداز کردن پولاتون ثروتمند میشین. اگه به این تصویر دقت کنین، کاهش ارزش دلار در طول 40 سال گذشته رو در میابین. سیستم اقتصادی به گونه‌ایه که هر سال پول نسبت به سال قبل ارزش کمتری پیدا میکنه. پس چرا باید چیزی رو پس انداز کرد که هر سال از ارزشش کاسته میشه؟ این یعنی که اگه برای دوران بازنشستگی خود در حال پس اندازین، تا اون زمان از ارزش این پول کاسته خواهد شد، در حالی که مخارج زندگی افزایش خواهد یافت. از نظر پدر پولدارم چسبیدن به یک شغل و پس انداز برای آینده روش عاقلانه‌ای نبود. به راحتی هم نمیشه ارزش‌های اون رو تغییر داد. چیزی که اکنون میشنویم برخلاف همه چیزایی که تا حالا شنیدیم. وقتی بچه بودم پدر پولدارم چنین نموداری رو برام ترسیم کرد که به ربع‌های نقدینگی معروفه. هر کدوم از این 4 ربع شامل گروهی از افرادی که دنیای کسب و کار رو تشکیل میدن. پدر پولدارم میگفت گروهی از افراد به ربع ای تعلق دارن، یعنی ربع کارمندی. این افراد رو با توجه به ارزشاشون به راحتی میشه شناخت. اینا چه رئیس شرکت باشن و چه سرایدار شرکت شعار یکسان دارن. حالا شعارشون چیه؟ دنبال شغلی دائمی و مطمئن با درآمدی مستمر باش. افرادی با این نگرش در ربع کارمندی قرار میگیرن، چون ارزش اصلی اونا امنیته. ربع دیگه که با حرف اس نشون داده میشه شامل افرادی خویش‌فرما یا صاحبان کسب و کار کوچیکه و اینا هم بر اساس ارزشاشون به این شعار اعتقاد دارن اگه میخوای کاری درست انجام بشه خودت انجامش بده. حرف اس بیانگر اینه که این گروه به کار فردی اعتقاد دارن و تمایل دارن در کسب و کارشون به طور مستقل عمل کنن. در سمت راست نمودار افراد ربع بی قرار دارن. پدر پولدارم میگفت بی مخفف صاحبان کسب و کار بزرگه مثل بیل گیتس. این گروه حداقل 500 کارمند رو در استخدام شرکت خودشون دارن و شعارشون اینه: سیستم مناسب، شبکه و کار گروهی قوی و استفاده از باهوشترین و بهترین افراد. برخلاف ربع اس، افراد ربع بی شرکت خودشون رو به تنهایی اداره نمی‌کنن، بلکه مسئولیت‌ها رو به افراد باهوش و توانا محول می‌کنند. و آخرین رو با حرف آی نشون داده میشه که مخفف سرمایه‌گذارانن. این افراد از پول به بهترین شکل استفاده می‌کنند، در حالی که افراد ربع بی از کار گروهی و مهارت‌های دیگران بیشترین بهره رو می‌برند و افراد ربع ای و اس در خدمت این دو گروه هستند. وقتی بچه بودم پدر فقیرم همیشه به من میگفت میدونی رابرت، تو باید خوب درس بخونی و یه شغل پردرآمد کسب کنی. یعنی از نظر پدر فقیرم مهمترین هدف یافتن یک شغل مناسب بود، داشتن امنیت شغلی، ارتقاء درآمد، حقوق مستمر و چیزهای شبیه این.
اما پدر پولدارم به من میگفت میدونی رابرت، اگه میخوای ثروتمند بشی باید یاد بگیری که چطور برای خودت یک کسب و کار درست حسابی را بندازی. از نظر اون عاقلانه ترین کار این بود که پس از چند سال تلاش صاحب کسب و کاری بشی که بتونی اون رو به نسل‌های بعد از خودت و فرزندانت منتقل کنی. در حالی که پدر فقیرم به من توصیه میکرد تا سخت کار کنم، پدر پولدارم میگفت چرا برای چیزی تلاش میکنی که صاحبش نیستی، برای کاری که ممکنه هر لحظه ازش اخراج بشی. و این تفاوت ارزش‌ها و دیدگاه‌های اونا بود. بنابراین پدر پولدارم به من توصیه کرد که اصول مالکیت کسب و کار رو بیاموزم و بعد به سرمایه‌گذاری موفق تبدیل بشم. یکی از بزرگترین تفاوت‌های سمت و چپ راست این نمودار در اینه که در این سمت نمودار افراد برای کسب امنیت تلاش می‌کنند و همچنین کار می‌کنند تا پول بیشتری به دست بیارن. اما در این سمت نمودار هدف اصلی افراد دستیابی به آزادیه. آزادی. اونا دوست ندارن کار کنن و خودشونو گرفتار شغلی خاص بکنن و تمام عمر مشغول کار باشن. در واقع نکته جالب توجه در مورد یادگیری اصول ساختن کسب و کار و نحوه سرمایه گذاری اینه که برای شما درآمد مستمر رو به ارمغان بیاره. یعنی میتونید پس از چند سال تلاش و بنا کردن کسب و کار تا آخر عمر از درآمد عالی برخوردار شین. شما چه نوع کسب و کاری رو ترجیح میدید؟ یکی از دلایلی که موجب شد من روش بازاریابی شبکه‌ای رو روشی عالی و کارآمد بدونم اینه که شرکتی که شما برای اون کار میکنین به شما کمک میکنه تا مهارت‌های لازم رو برای کسب و کار بیاموزین و ثروتمند بشین. همیشه به خاطر داشته باشین که پول عامل ثروتمند شدن شما نیست، بلکه آگاهی از مهارت‌های لازم برای کسب و کاره که شما رو ثروتمند میکنه. به همین دلیل این روش عالیه، چون که تا هر زمان که بخواید میتونین مهارت‌های خودتون رو ارتقا بدین و به ثروت بیشتری دست پیدا کنین. شما میتونین با کمتر از $500 شروع به کار کنین. کسایی که تمایل دارن به رب بی منتقل بشن، یعنی چیزی که من اونو توصیه میکنم، میتونن با عضویت در یک شرکت بازاریابی شبکه‌ای این کار رو با هزینه بسیار کمی انجام بدن. و به همین دلیل توصیه من اینه که از این مزیت بازاریابی شبکه‌ای غافل نشین. اگه بخواید شرکتی مثل مایکروسافت رو راه اندازی کنین، به صدها میلیون دلار نیاز دارین. اما شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای به شما این امکانو میده تا با هزینه کمی شروع کنین و با صبر و حوصله زمان کافی رو در اختیار شما قرار میدن تا به این رب منتقل بشین. دلیل اینکه زمان بسیاری از افراد یک عامل مهم به شما میاد اینه که تغییر نگرش و ارزش‌ها زمان زیادی میطلبه. مهمترین نکته اینه که پس از صرف این زمان، یعنی 1 سال، 2 سال، 5 سال یا هر زمان دیگه‌ای که طول بکشه تا به ارزش‌های بنیادین این دو قسمت پی ببرید، دیگه هیچ چیز نمیتونه صد راه شما بشه. امروز من هرگز حاضر نیستم به عقب برگردم و برای خودم شغلی پیدا کنم. چرا باید چنین کاری بکنم؟ ترجیح میدم تو این قسمت بمونم، شرکت‌های مختلفی تأسیس کنم، مالیات کمتری بپردازم و پول بیشتری به دست بیارم. اما کلید موفقیت در اینه که شخص دیدگاه‌های پدر فقیرم رو کنار بگذاره و به سمت پذیرش دیدگاه‌های پدر پولدارم حرکت بکنه. یکی از مزایای این شرکت‌ها اینه که با کمترین هزینه از شما حمایت می‌کنن و به شما زمان کافی میدن تا به این رب منتقل بشین. مهمترین دارایی که یک فرد میتونه به دست بیاره ایجاد کسب و کاری پردرآمده. این عاقلانه ترین کاریه که میتونیم انجام بدیم. شاید بارها شنیده باشین که مطمئن ترین راه برای رسیدن به موفقیت داشتن شغلی مناسب و بالا رفتن از نردبون ترقیه. سالها قبل من به این نتیجه رسیدم که نباید از چنین نردبونی بالا برم، چون برخلاف دیدگاه‌ها و ارزش‌های من بود. پدر فقیرم همیشه میگفت خوب درس بخون و سعی کن در یک شرکت معتبر خصوصی یا دولتی استخدام بشی. اما پدر پولدارم میگفت چرا باید برای چیزی که صاحبش نیستی این همه تلاش کنی؟ تو نمیتونی شغلت رو بفروشی یا اون رو به فرزندانت منتقل کنی. بنابراین این کار به نظر من عاقلانه نبود و کار عاقلانه این بود که برای خودم کسب و کاری را بندازم و افراد دیگر رو استخدام کنم. دلیل دیگه اینه که اگه بخواین از این نردبون بالا برین، از خودتون اختیاری نخواهید داشت. هر لحظه ممکنه اخراج بشین یا همونطور که این روزا میبینیم شرکت‌ها با هم دیگه ادغام میشن و حتی اگه تو شرکت خودتون یکی از بهترین کارمندا به حساب بیاین، شرکت جدید شما رو اخراج میکنه. یه لحظه صبر کنین. باور کردن این حرفا خیلی سخته. شبیه چیزایی که درباره طرحهای یه شب پولدار شدن گفته میشه. این صحبت درباره طرحهای یک شب پولدار شدن نیست. این کار زمان میبره و یک شبه اتفاق نمیافته. خوب به خاطر دارم اولین باری که اقدام به انتقال به رب بی کردم در سال 1978 بود که در اون زمان کاملا از شغل خودم استفاده دادم و تنها متکی به شرکتی بودم که برای ساختنش تلاش میکردم. من همین طرز رو به خوبی میفهمم. مهمترین و زیباترین نکته‌ای که باید به خاطر داشت اینه: در دنیا دو گروه آدم وجود داره. گروه اول همیشه به شما میگن هرگز موفق نخواهید شد. بسیاری از دوستان و اطرافیان شما اینطورین. اونا به شما میگن حماقت نکن، دست نگه دار. اما گروه دوم افرادی هستن که به شما میگن ادامه بده، تو میتونی موفق بشی، نگران نباش، ما از تو حمایت میکنیم. بنابراین مهمترین موضوع حمایت دوستان و خانواده است. یکی از مزایای شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای اینه که شما را در مسیر حرکت از سمت چپ نمودار به سمتی که پدر پولدارم به اون تاکید داشت حمایت میکنه، یعنی از چپ به راست.
شاید شما هم اعتقاد داشته باشین که خویش‌فرما بودن نهایت آرزوی هر آمریکایی است. یکی از چالش‌های خویش‌فرما بودن اینه که شما رئیس خودتون هستین. باید به تنهایی عمل کنین. همونطور که در ربع S توضیح دادم، شما باید روی پای خودتون وایسین. در حالی که در ربع B شما عضوی از یک گروه هستین و میتونید روی اون گروه حساب باز کنین. مشکل افرادی که در گروه S هستن اینه که اگر بر فرض مثال دچار یک سانحه رانندگی بشن، درآمدشون رو از دست خواهند داد. و یا اگه نتونن برای دوران بازنشستگی پول کافی پس‌انداز کنن، باید تا آخر عمر به کار خودشون ادامه بدن. چون نمیتونن روی حمایت دیگران حساب کنن. بسیاری از مردم فکر می‌کنند رضایت بخش‌ترین نوع کار خویش‌فرما بودنه، چون فقط برای خودتون کار می‌کنید و به دیگران وابسته نیستین. من شخصا ترجیح میدم که عضوی از یک گروه باشم، افرادی که بتونن روی کمک من حساب کنن و منم روی کمک اونا حساب کنم. حرکت به سمت راست نمودار کاملا عاقلانه است، اما انجام این تغییر خیلی سخته. همه ما می‌بینیم که جهان به سرعت در حال تغییره، اما سخت‌ترین نوع تغییر ایجاد تغییر در خودمونه. و چون خودم پیری رو تجربه کردم، فکر می‌کنم با افزایش سن امکان تغییر کمتر میشه. فکر می‌کنم یکی از خصوصیاتی که شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای رو به گزینه عالی تبدیل می‌کنه اینه که اونا زمان کافی در اختیار شما قرار میدن تا با انجام تغییرات ذهنی، احساسی و عملی مورد نیاز از سمت چپ نمودار به سمت راست اون حرکت کنید. به نظر من این مزیت بزرگیه که این شرکت‌ها بسیار صبورانه و بزرگوارانه و با نهایت دقت از شما حمایت می‌کنند. لطفاً فراموش نکنید تغییر همواره با ترس و نگرانی همراهه، اما همه ما بعضی مواقع به این نتیجه می‌رسیم که باید چنین تغییراتی رو صورت بدیم. اگه شما هم به این نتیجه رسیدین که زمانش فرا رسیده تا به چنین تغییری دست بزنید، شاید بهترین نوع کسب و کار برای شما روی آوردن به بازاریابی شبکه‌ای باشه. سیستم بازاریابی شبکه‌ای به احتمال زیاد عالی‌ترین نوع کسب و کار برای شما خواهد بود. برای کسب اطلاعات بیشتر با فردی که این CD رو به شما داده تماس بگیرید.